دوستان سلام و عرض ادب. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. در این قسمت ها که توی یوتیوب قرار میدم چندین قسمت این با امید خدا اولین قسمتش هست که میخوایم شروع بکنیم. این قسمت هایی که میخوام توی یوتیوب براتون بذارم تشکیل میشه از نکاتی که از استراتژی استاد آلبروز و درس و مکتب و کتاب و از ایناش. ببینید من و هر قسمتی که دیدم نکاتش رو آوردم، جمع‌بندی کردم، درست کردم و میخوام طی چی میگن بهش، یه فیلم کوتاهی براتون توضیح بدم که ببینید. امیدوارم که بتونید یه ذهنیت بیشتری رو و همچنین مفیدتری رو برای خودتون بگذارید و از این نکات استفاده کنین و همینطور ذهنیتتون، کسانی که توی مجهولی قرار دارن، توی گمنامی قرار دارن و بعضی از سوالها رو هم دارن، بتونن با این نکاتی که من میگم خدمتتون هم مفید واقع بشه و همین که نکته ای رو ازش یاد گرفته باشید و همچنین بتونم کمکی هم به شما هم حتی به خودم کرده باشم. فهمی چی میگم؟ خب زیاد حاشیه نریم، بریم سربست اولین قسمت از نکات استراتژی استاد آلبروس. ببینید در این قسمت هایی هست، قسمت تری پوش رو توضیح میده که این تری پوش اعم از 3 قله ها هست، یعنی اولین قله، دومین قله و سومین قله ای که باعث میشه به ریزش خودش ادامه بده و تله هایی که این تری پوش رو لغو میکنه. میفهمی چی میگم؟ لغوش میکنه و مسدودش میکنه به قولی. ببین در این جایی که ما مشاهده میکنیم این اولین قله، دومین قله، سومین قله هستش و همینطور بخوام اندیکاتوری اگر توضیح ندم براتون، میشه چی؟ میشه 3 تا قله ای که تری پوش، میخوام اینو براتون توضیح بدم. وقتی که تری پوش 3 تا قله هستن، وقتی که ما ترند لاینی رو مشخص میکنیم روی نقطه سوم یا تری پوش برخورد میکنه و اگر تاییدیه ها رو به ما داد، ما میتونیم اینجاها توی این قسمت ورود بکنیم و بتونیم تیپه هایی رو ازش بگیریم توی معاملاتمون. خب ببینید دوستان، تقریبا میشه همطور که گفتم این اولین پوش، دومین، اینم سومین میشه و همینطور اینجایی که قرار بدیم میشه چی؟ سومین لگ. خب ببینید، میخواید بگید خب شما باید توی این منطقه ترند لاین رو قرار میدید. خب ببینید دوستان، هرچند گذشتم برای ما مهم هست، ولی که در اینجا ما بسنده میکنیم به همین نقطه. خب ببینید اگر من اینجا اینطوری بکشم، درسته، اینم درسته، همینم درسته، ولی من چرا این نقطه رو کشیدم، این خط رو؟ ببینید یه چجوری بهتون میگم، ما ترند لاین رو روی کندل هایی میذاریم که وقتی اون ترند لاین رو کشیدیم بیشترین برخوردها رو بهش داشته باشه. میفهمی چی میگم؟ وقتی که بیشترین برخوردها رو بهش داشته باشه، ما میگیم همین ترند لاین بسنده کار ما هستش و همین رو بهتون میگفتم. این ترند لاین رو میکشیم و حالا میایم چی میگیم؟ این اولین قله، دومین قله، سومین قله. ببینید اینو بهتون میگم، نه بگید سهل و ساده است. این یکی از استراتژی های خود استاد آلبروس بوده. به خودشون میگن توی ستاپش هم بری توی فیلمش، یکی از نقاط استراتژی باش کار میکنه این چی میگن؟ تری پوش هست یا چی میگن؟ آره. و نمیگم با همین فقط کار میکنه،
این تاییدیه‌ای هست برای معاملات آتیش و اینها رو با مثلا ترند لاین کانال و وج و اینا تایم فریم های تقریبا 5 و 15 و 1 ساعت مکمل میکنه و همچنین از کندل ها هم مکمل میکنه تا بتونه اون معامله رو داشته. صرفا این نیست. میفهمی چی میگم؟ حالا طی قسمت های آتی انشاءالله توضیح میدم خدمتتون. خب بریم سر بحث مبحثمون. این سه قله تشکیل داد و حالا من میخوام بگم من یه اصلاحی رو ازش دارم اینجاها ورود میکنم. اینم استاپلاس هم باشه، اینم تیپی 1 تیپی 2 خارج میشم، بسنده است که اینم یه خط ترند لاین پایینی رو بکشیم و همین دیگه، سهل و ساده. در حالی که وقتی که ما ببینید وقتی که میخواید در یک مقاومت یا حمایت یه تری پوش یا سه پوش ها بفروشید یا بخرید، باید ما به گذشته و کندل های قبلی یه نگاهی بندازیم، بعد بیایم تصمیم بگیریم. صرفا سرمبحث اینها نیستش دوستان. خب من میخوام استاد داربروس اینجا یک کلمه ای رو میگه چی؟ میگه بسیاری از تریدرها اینجاها به دنبال فروش هستند. من این رو کشیدم، این اولین تاییدیه من، اینم خودش یه نقطه مقاومتیه، اینم کندل تاییدیه من. خب 3 تاییدیه گرفتم، 3 تاییدیه من حتما اینجا وارد میشم. این استاپلاس، اینم استاپلاسم و اینم تیپی 1 و 2. ببینید 3 تا تاییدیه براش گرفتم، ولی یه نکته ریز هستش که بهش توجه نمیکنن دوستان. من خودم نمیگم من بلدم و چی و اینا. من خودمم تا وقتی که این نکات رو یاد نگرفته بودم، اصلا من هم روی همین مذهب بودم که من 3 تا تاییدیه گرفتم و منتظر پایینیش هستم و باید یه اصلاحی رو به من بده بعد اینکه بخواد سود خودش رو ادامه بده. میفهمی چی میگم؟ ولی ببینید همین که میگه به کندل‌های قبل، به صفحات قبل یه نگاهی بیاندازید، یعنی من جمله میشه این کندل ها و این کندل های چی توی خودش. ببینید چجوری میگه. خب ببینید ما اینجا اگه بررسی، حالا ما این قسمت رو نداریم، اوکی، این قسمت قبل رو نداریم، فقط اگر بسنده کنیم به همین میشه برامون. ببینید کندل ها رو ببینید، این کندل، این اسپایک خودش، میفهمید چی میگم؟ همین که اسپایک و 1 2 3 4 5 6 تا کندل بدون این که زیر خودش رو ببینه اومده بالا، اسپایکتور اومده بالا و نشان دهنده چیست اینجا؟ نشان دهنده یک روند سودی و پرقدرت هستش. میفهمی چی میگم؟ این 1 2 3 4 5 6 توی 6 تا کندل اومده سود خودش کرده، بریک اوت خودش رو زده و ریورس کرده. میفهمی چی میگم؟ ریورسش کرده. حالا ببینید روند نزولی چطوری. این 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 توی 10 تا اون وقت رسیده به چی؟ به 1 2 3 4 5 کندل اون سودیه. خب من همینجا یه شوکی بهم وارد میشه که میگم این روند سودیه، من نباید تطابق این تری پوش ها رو بدم و بخوام یه اصلاحی رو ازش بگیرم و همین جایی که میبینید بازم زده. بیا 1 2 3 4 5 6 7 8 با 8 تا یه اسپایکتور هم زده پشت سر هم اومده بالا و این نشان دهنده چیست دوستان؟ این نشان دهنده روندهای سودی هستش و ما باید توجه بکنیم وقتی که میخوایم یه تریدی رو خلاف جهت روند ادامه بدیم و دیگه همین میشه دوستان، دیگه همین میشه ضرر و تمام. و همین ما باید بسنده به این کندل ها بکنیم دوستان. من برم حالا همین، میفهمی چی میگم؟ میخواد اینجا یه نزولی رو بزنه، این کندل ها شوخی بردار نیست. ببینید چه کندل های سعودی رو میزنه، اسپایتور هست، بریک اوت رو میزنه، قدرت سود رو بالا میبره و کندل های با قدرت بلند و بدنه پر میاد این روند رو، اول اینکه روند رو برای ما چی سعودی میکنه،
این از اینش. حالا مایی که میخوایم بگیم توی اینجا یه اصلاح ریز رو بگیریم، باید به یه چیز دیگه هم توجه بکنیم و این هم اینه که دوستان، وقتی که ما میخوایم ترید بکنیم یا یه معامله رو باز کنیم، باید توجه به اون نموداری بکنیم. ببینید اینجا وقتی روند سودیه، من چرا باید خلاف جهت روند وارد معامله سل بشم؟ چرا مثلا غیر از اینکه ضرری به من بزنه؟ خلاف جهت رونده دوستان، این خلاف جهت رونده. وقتی که این دوتا اسپایک، این کندل های با بدنه بلند به من نشون داده که قدرت بایر هاست و بریک اوت کرده، من اینجاها اصلا و همینطور که گفتم این سعودی و خلاف جهت روند من نمیتونم معامله رو باز کنم. دوستان فهمی چی میگم؟ من نمیتونم همینجا یه معامله سودی رو باز بکنم و اگرم بخوام یه معامله رو سل بزنم، حالا من میخوام نقطه ورود خودم رو بزنم. اوکی، من میگم چی؟ میگم این تری پوش، این خط ترند لاین رو زده. این اوکی، این اولین تاییدیه من. این دومین تاییدیه من. اوکی، توی سطح مقاومت و امکان داره که یه اصلاحی رو به من بده. این از این. و به چه کندل قشنگی. من همینجا وارد میشم، میخوام وارد بشم و استاپ لاسم و همیشه میام این نگاهی میندازم، میگم این روند سودی هست و من چرا باید اینجا سل بزنم؟ من منتظر میمونم. ببینید سل نمیزنم، من منتظر میمونم اگر هم اصلاحی بده اینجاها، من با این تاییدیه ها بتونم وارد بایش بشم. ترید همراه با روند براینده ما را بیشتر میکنه و سودی تر میکنه تا اینکه بخوایم خلاف جهت روند را معامله بکنیم. و همینه که بسیاری از دوستان آماتور هم که تازه اومدن روی ترید و میخوان این ترید ها رو بگیرن، مواظب باشن. ببینید من سه تا تاییدیه گرفتم اینجا. 3 تا تاییدیه کم نیست دوستان. 3 تا تاییدیه گرفتم، ولی به دلیل 1 تا تاییدیه، یه دونه تاییدیه همش لغو شد. اون چیه؟ کندل های پربار، اسپایک، روند سودی، بریک اوت. ببینی اینو هم در نظر بگیرید. خب دوستان، من میخوام یه چیزی بهتون میگم. یه نکته مهم اینه که وقتی که من میخوام یه معامله سلی رو بزنم، اوکی، من میخوام تاییدیه هاش رو براش بگیرم. خب اومدم تاییدیه هاش رو براش گرفتم. حالا اون معامله سلی که من میخوام بزنم، در همون موقع من میام معاملات بایش رو هم در نظر میگیرم، تاییدیه های بایش رو در نظر میگیرم که بدونم این آیا منصفانه هست، این خوب هست که من بخوام این معامله رو بگیرم. اینم یه نکته قشنگیه که توی ویدیوی شماره تقریبا چند بود؟ شماره فکر کنم 14 استاد البروکس هست. این رو میگه خیلی قشنگه خدایی. و حالا بریم توی اسلاید بعدی ببینیم چی میزنه. بفرما. روند تشکیل شد. اینجایی که دوستان آماتور میخواستن، همینجا میخواستن با کلوز و پایین پینبار یا دوجیا وارد بشن و استاپلاسشون اومد زد، تموم کرد کارو براشون. حالا بعضیا، من نمیدونم ذهنیتشون چجوریه، میان استاپلاس ها رو تکون میدن به امید این که این روند برگرده. خب اینم اشتباهه. منم از این اشتباه کردم، ولی همین که میخوام بهتون بگم این اشتباه ها رو نکنید دوستان. میفهمی چی میگم؟ ببین این جایی که من اومدم گفتم من میخوام اگرم اصلاح داشته باشه نزولش نمیزنم و منتظر اصلاحی هستم برای صعودش. و همین که ببینید قشنگ زد، استاپلاس ها رو جمع کرد، رفت بالا. روند سعودیه. من چرا میخوام سل بگیرم اینجا دوستان؟ قشنگ بریک اوت زده. ببین اینجا هم بازم اومده اصلاحایی رو داده. خب ببینید اینجا هم بر همین منطق هستن که میخوان بگن بازم میاد پایین، ولی نه دوستان. روند سعودی همراه با روند ترید کن تا
و بتونی خودتو توی این معاملات حفظ بکنی، برآیند آخر هفته‌ای که در نظر میگیری برای خودت مثبت بشه. و خواهش میکنم ازتون خلاف جهت روند وارد معامله نشید، مگر اینکه چی؟ بسنده به تاییدیا و خلاصه توی ویدیوهای بعدی بهتون میگم بسنده به چیزهای دیگه هم بکنیم که اهم از چی میگن به محدوده های پرکاربردی باشه بتونیم خلاف جهت روند. ولی که من 95% میگم همراه با روند باشیم، همراه با روند. خب ببینی اینم اسپایک زد، بازم اسپایک رو زد اینجا. وقتی که اینجا اسپایک رو زد ببینید این خودش چی؟ این خودش یه پول بک محسوب میشه. خب اینم رفت برای چی؟ وان لگ تو لگ. حالا این وان لگ تو لگ ها رو توی هرچند که این مبحث جدیدی است توی ویدیوهای آتی برای شما خواهم گفت. خب ببینی اینجا هم اومد چی؟ یه استراحت کرد، بازم رفت به صعود خودش ادامه داد دوستان، به صعود خودش ادامه داد و تمام. ما همینجا میتونستیم تیپی های یک و دو خودمون رو ازش بگیریم. میفهمی چی میگم؟ خب همینه دیگه. ما نباید به صورت غریزه وار و شهودی ترید کنیم، باید تمام نکات و تاییدیه ها رو برای معامله‌ای که میزنیم چی در نظر بگیریم و همین دیگه. خب همین میخواستم همین رو در این قسمت اول گفته باشم براتون و امیدوارم که نکات خوبی رو ازش گرفته باشید و اگر هم دوست داشتید ویدیومون رو لایک و سابسکرایب کنید و همینطور کامنت هم فراموش نشه دوستان. و تا قسمت های بعد امیدوارم که روز پرسود و پرخیر و برکت